أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب الامر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، یعنی که باب در مسئله امر کردن به پایبند بودن به نمازهای فرضی و به نمازهای پنجگانه و نهی شدگی است ما و شما، و نهی با تأکید و تهدید سخت است درباره کسانی که نماز را ترک میکنند، و نهی و تهدید بسیار سخت برای کسانی که نمازهای پنجگانه را ترک میکنند. پس این باب را ما و شما درس آینده شروع کردیم. 3 حدیث اولش را گرفتیم و حالا باشد حدیث چهارمش را خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1076 میگوید: و عن معاذ رضی الله عنه قال، یعنی که از معاذ رضی الله عنه روایت است که گفت: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الیمن فقال، میگد فرستاد من را رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف سرزمین یمن. پس میگه برای من رسول الله گفت که انک تأتی قوما من اهل الكتاب، میگه پیغمبر گفت که هر آینه تو میروی نزد قومی که اهل کتاب هستند، اهل دلیل هستند، یعنی نزد کافرای کتابی میروی. فدعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد حضرت معاذ را که پس اونها را تو دعوتشان بکن. فدعوهم، پس یعنی که تو اونها را دعوت بکن الى شهادت ان لا اله الا الله، یعنی که به گواهی دادن این که نیست معبودی بر حق بجز الله، و انی رسول الله، و من محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله هستم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را به این امر کرد که اونها را به توحید، به کلمه توحید، به کلمه شهادت دعوتشان بکن. فإنهم اطاعوا لذلك، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس اگر که اونها پذیرفتند و قبول کردند و اطاعت کردند این سخنهای گفتگیت را، یعنی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، فاعلمهم ان الله تعالی افترض عليهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله. پیغمبر گفت پس اونها را تو بیاموزان، اونها را تو تعلیم بده، یاد بده، ان الله افترض عليهم 5 صلوات، اونها را یاد بده که الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده از بالای اونها 5 وقت نماز رو فی کل یوم و لیله، یعنی در هر شب و روز، در 24 ساعت در یک شبانه روز الله تبارک و تعالی برای بندگانش 5 وقت نماز را فرض گردانیده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس این را برای اونها یاد بده و اونها را تعلیم بده. فإنهم اطاعوا لذلك، پس اگر که اونها اطاعت کردن این را، همچنین 5 وقت نماز را پذیرفتند و قبول کردند و به عهده گرفتند، فاعلمهم ان الله تعالی افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فاعلمهم، پس تو اونها را تعلیم بده، اونها را یاد بده که ان الله تعالی افترض عليهم صدقه، الله تبارک و تعالی فرض گرداندگی است بالای اونها زکات را. صدقه یعنی زکات را، الله سبحانه و تعالی زکات را فرض گردانیده است. تؤخذ من اغنیائهم، گرفته می شود زکات از بایهایشان، از ثروتمندان و اغنیا و مالدارها زکات گرفته می شود. فترد علی فقرائهم، پس داده می شود به فقیرها و
به کمبغلان و کمبزاعتان و محتاجها. پس زکات از بایها گرفته به کمبغل و محتاج داده می شود. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که این را هم براشان بیاموزان و براشان تعلیم بده. فإنهم اطاعوا لذلك، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رو گفت پس اگر که اونها اطاعت کردند و پذیرفتند این را، یعنی همچنین زکات رو هم قبول کردند، فإیاک و کرائم اموالهم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که برحذر باش و کرائم اموالهم، از گرفتن مالهای دوست داشته و قیمتبها و گرانبهایشان. یعنی که از مالهایی که اونها دوست می‌دارن با زکات همون مال دوست داشتهشان رو نگیری، یعنی حتی یک تای دیگرش را بگیر، نه مال دوست داشتهش را، یا بهترین مالش را برای زکات جدا کرده نگیر، بلکه میانه اش را بگیر. پس وقتی که انسان از مال زکات میبرارد، از چاروا و از حیوانات زکات میبرارد، باید میانه اش را ببرارد، نه کلان و بگیم فربه و پیش مال خوبش را، و نه مال خراب و ناتوان و کسلیش را، بلکه باید مال میانه برای زکات برآورده شود. پس از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فإیاک و کرائم اموالهم، یعنی برحذر باش از مالهای قیمتبها و گران ارزش آنها، اون مالهای قیمتبها و گران ارزششان رو نگیر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت اتقی دعوت المظلوم، یعنی بپرهیز از دعای انسانی که مظلوم است. ببینید پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت مالهای قیمت بهاشون نگیر، پس گفت که از دعای مظلوم بترس. یعنی اگر که اون مال قیمت بهاش گرفتی، پس تو ظالم میشوی که از اون نادار و کمبغل یا از اون مالدار از برای زکات مال قیمت بهاش گرفتی. پس باید میانهش را بگیری، نه اینکه قیمت بها و گران ارزشش را. فانه لیس بینها و بین الله حجاب، پس هر آینه میگه بین دعای مظلوم و بین الله تبارک و تعالی حجاب و پرده وجود ندارد که الله دعای مظلوم رو زود قبول میکند. الله سبحانه و تعالی دعای مظلوم رو تیز ده قبول میکند. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ظلم نکن کسانی که زکات میدهند، مال بگیم اختیاریت میکنن در داخل مال، یا که مثلا از مال اونها تو زکات میگیری، پس مال قیمت بهاشونه برای زکات جدا نکن، بلکه مال میانه رو برای زکات بگیر. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم این دستورات را، این سخنها را برای حضرت معاذ رضی الله عنه آموزانید. پس حضرت معاذ را روان کرد به طرف سرزمین یمن. این حدیث را جای دلیل شاهد ان الله افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله هست، یعنی الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده است در یک شب و روز 5 وقت نماز را. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1077 امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در حدیث 1077 میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت این بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة. میگه پیغمبر گفت هر آینه فاصله میان مرد، یعنی میان مسلمان و بین شرک و کفر این ترک نماز است. یعنی نماز است که بین مسلمان و بین مشرک و کافر جدا می اندازد. علامت بارز و علامت آشکار و علامت واضح مسلمان همین است که نماز می خواند. اگر نماز خواند پس مسلمان است، اگر نماز نخواند پس از جمله مسلمان ها نمی باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است.
بعد از این حدیث 1078 عن بریده رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از بریده رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة، یعنی که فرقی که بین ما، یعنی بین مسلمان ها، پیغمبر میگه بین ما یعنی بین اهل توحید و اهل ایمان، بین مسلمان ها، و بینهم یعنی بین آنها، یعنی بین کافران، این نماز است. یعنی علامت بارز و آشکار و روشنی که جدا میکند بین اهل توحید و بین مسلمان و بین کفر و بین شرک، این نماز است. فمن ترکها فقد کفر، پس هر کسی که ترک کند نمازهای پنجگانه را، هر کسی که نماز نخواند فقد کفر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس واقعا اون کافر شده است. انسانی که نماز پنجگانه را ترک میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فتواش میدهد که کافر شده است. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی رحمه الله این حدیث را روایت کرده است و گفته است که این حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 1079 و عن شقیق ابن عبدالله التابعی المتفق على جلالته رحمه الله تعالی قال، یعنی که از شقیق ابن عبدالله که این بزرگوار تابعی می باشد، المتفق علی جلالته است، یعنی اتفاق دارند تمام مردم به ارجمند بودن و به عادل و شایسته و انسان بزرگ بودن این انسان، یعنی تمام مردم اتفاق است، تمام علما می دانند و اتفاق کرده هستند که شقیق ابن عبدالله یکی از مردهای بسیار شایسته و ارجمند و با احترام است. رحمه الله تعالی، الله رحمت و مغفرت کند این بزرگوار را. قال، شقیق ابن عبدالله گفته است که کان اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة. میگد که بود اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکه کفر، یعنی که نمیدانستند، اعتقاد نمیکردند به چیزی از عملها، یعنی یگان عمل را ترک کردنش کفر است، به این اعتقاد نبودن غیر از صلاتی، غیر نماز. یعنی فقط در مسئله نماز اتفاق نظر داشتند که هر کسی که ترک میکند نماز را کافر میشود. این اعتقاد و روشی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند که بر همین اعتقاد بودن که تارک نماز، تارک صلات، کسی که نماز نمیخواند اون کافر شدگی هست. این هست اعتقاد اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس نماز یکی از مسائل مهم و یکی از مسائل اساسی دین هست که انسان را به نمازی، نماز نخواندن از دین خارج میکند. رواه الترمذی و فی کتاب الایمان به اسناد صحیح. این حدیث را امام ترمذی در کتاب ایمان با سند صحیح روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1079 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1080 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1080 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، میگد از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. میگه هر آینه اولین چیزی که حساب کرده می شود بنده را در روز قیامت از عمل و رفتارش این نمازش است. یعنی نماز از مسائل عمده و اساسی است که الله تبارک و تعالی
اولین از نماز شروع میکرده از حساب کردن بنده را در روز قیامت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید فإن صلحت، اگر که نمازش درست باشد، این انسان نمازش را در وقتش خوانده باشد، به کم و کاست و به تارک الصلات بودن نماز را انجام داده باشد، فقد افلح و انجح، پس واقعا این انسان پیروز و رستگار و نجات یافتگی است، وقتی که نمازش پررو و کامل و درست باشد. و این فسدت، و اگر که نمازش نادرست باشد، کمبودی در نمازش باشد، فقد خواب و خسره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه پس واقعا این انسان ناکام و زیانکار است. پس واقعا این انسان ناکام شد و زیانکار شد به سبب نخواندن نماز، به سبب نادرست بودن نمازش. فإن انتقص من فریضته شیئا، اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس اگر که کم و کاستی در نماز اون انسان باشد، من فریضته، یعنی در نماز فریضه اون انسان باشد، یگان کمبودی داشته باشد، قال رب عز و جل، الله ذوالجلال میگفته است انظروا هل لعبد من تطوع، یعنی نگاه کنید که آیا بنده من نمازهای نافله دارد یا نافله دارد این بنده من، فیکمل بها من تقض من الفریضه، پس جبران کرده می شود، پر کرده می شود با اون نمازهای تطوعش، من تقض من الفریضه، آن چیزی که کمبودی شدگی است از فریضه. الله سبحانه و تعالی میگفته است که پس پره بکنید آن کمبودی که در نمازهای فرضیش در فرائض اون انسان دیده می شود. اگر که نمازش کمبودی داشته باشد، از نافلهاش میگیرن، سری نمازهای کمبودیش پره میکنن. ثم یکون سایر اعماله علی هذا، پس می باشد باقی مانده عملهایش علی هذا، بر همین اساس. وقتی که نمازش پره شد، یعنی باقی مانده اعمالش همچنین بر همین اساس می باشد، یعنی که همچنین از عبادت ها و تطوعات و از کارهای نیکش گرفته کمبودی هایش را پره میکنند و کامل این انسان به زیر رحمت الله به جنت داخل می شود. این بود حدیث 1080 که این حدیث همچنین ما و شما را تشویق میکناند برای نمازهای پنجگانه را دقت دادن که در روز قیامت اولین چیزی که ما را میپرسد الله سبحانه و تعالی این نماز پنجگانه است، و دوم نمازهای نافله را زیاد خواندن، یعنی نمازهایی که در بعد از نماز بامداد، سنتی که پیش از نماز بامداد است و سنتی که پیش و بعد نماز پیشین است و سنتی که بعد از شام و سنتی که بعد از خفتن است، ما و شما را این حدیث تشویق میکناند به خواندن این سنت ها و این نافله ها. چرا؟ زیرا اینکه اگر که در نمازهای فرضیمون کدام کم بودی و کدام کاستی که باشد، کم و کاستی که باشد، الله سبحانه و تعالی از این نافله ها گرفته اون نمازهای فریضه را پره میگردانده است. پس ما باید بسیار متوجه باشیم برای انجام دادن زیادی عملهای صالح. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. این باب با همین به آخر رسید. باب امر به پایبند بودن با نمازهای پنجگانه به آخر رسید. باب نو، باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول و تسویتها و التراصی فیها، یعنی که باب در مسئله فضیلت صف یکم و امر کردن به پره کردن صف ها، به اتمام صفوف الاولی، پره کردن صف اول، و تسویتها یعنی برابر کردن صف ها، یعنی صف باید راست باشد، و تراصی فیها یعنی که باید در صف ها باید تراصی باشد، یعنی که به یکدیگر باید چسبیده، به یکدیگر باید نزدیک شوند،
انسان‌هایی که در صف می‌ایستند در صف نماز باید به یکدیگر بسیار زیچ و بسیار نزدیک باشند. به یکدیگر بسیار زیچ و نزدیک باید باشند. این باب را انشاءالله درس آینده حدیثاش خواهیم گرفت. با همین درس امروزمون به آخر رسید و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.